به نام خدا با عرض سلام احترام به خدمت شما بیننده‌های عزیز. خوشحالم که یک روزی دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب و نازنین، به فرمایش شما امروز آمدیم به میدانبار قفسلون که بسیار یک میدانبار بزرگیه. تمام میوه‌ای که به کل دنیا هست به این مکان موجوده، از میوه و سبزیجات. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. ما داخل میدانبار هستیم، میریم دیگه آخر میدانبار میریم به خدمت شما. 1 ساعت یا کمتر یا بیشتر هستیم. فراموش نکنیم برنامه را همیشه حمایت کنیم. بیننده‌های عزیز، بازم خوش آمدیم به داخل میدانبار. امروز بسیار جای دیدنی برای شما به تصویر میکشیم. طوری که پیشتر گفتم از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. منتها مزاحم لالا باشیم به خاطر که این صبح صبحانه میخورم. مونده نباشیم. سلام. بشینید خوبیم برای من. سعادتمندیم. اول شما خوبه؟ چطور هستین؟ خیلی فکر کنیم بخشش باشه برای من. قربان شما. ما کنم شریف شما بلدم بازم ببینید. حبیب الله اسمانی. بسیار خوب. اکه دیکن دارم میدانبار قفسلون. نام خدا. کدو دیکن شما نه؟ دیکن اول. امیر رو برو. خب چرا تو بار کم داره؟ نه دیگه بار خیلی نام خدا. بفروختیم هم اصلا. بله. خب بیشتر چی فروش داره؟ فعلا کیله است، سیب است. دارم دیکنم فعلا کیله و سیب. اینا میوه خلیجیه دیگه. بله اینا خلیجی. اینا پاکستانیه، اینا پاکستانیه، با سیب وطنیه. بله. خب کدوم میوه گرونتره؟ فعلا کیله گرون. کیله. بله. کیلو چنده؟ تقریبا 70 است، 65 است، 60 است، 55 است. خب بازم خوب ارزونه دیگه. تا به 120 هم است. درسته؟ خب وقتی کم باشه گرون، با خیلی باشه ارزونه. بسیار خوب. بیشتر به این میدانبار چی میوه فروخته میشه؟ فعلا هر میوه هست. همه میوه خلیجی و داخلی بله است. همه داخلی. چند سال میشه شما ما تقریبا 12 سال نمیشه. خب چرا مثال میگم سرشیر است، کباب است، این دیگه پکوره پخته میکنم، شما نونا زرد بست تو نخوده کیله میخوره؟ والا دیگه هردم حواسم خود کیله نمیخوره، چای میخوره. من کو چای ندیدم به شما. چای هم هست. بازی پشت کارتانه. من خیال کردم ما گفتم اینا من شاگردم حفیظ خلیفی خو 22 نون کیله میخورن. درسته؟ بله. بسیار خوب. خوشحال. کاروبار خوبه؟ شکر الحمدلله. ایت کاروبار اینه شکر. چند کرایه میده؟ فعلا ما خدا از تا 10,000. خیلی نیه. به خود دیگه می رواجه فعلا ما. دیگه با او بر ارزون تره. اینجا خاطر دمراه. دمراه. فانال اینجا دمراه یک مشکلی به شما هست که کسی نمیسته که درسته که چه نصیب باشه میشه. دیگه هر جور بله. فرق میکنه. بسیار خوب. برای جو معذرت میخوام به خدا. زنده باشید. بخشش باشه بفرمایید. نوش جان شما، چای شما. بخیر باشید. بیاین خود شما بیننده‌های عزیز آسته بریم. نام خدا. این میدانبار عروض که تیار شده جا و پا به این مکان نیه. تمام میوه‌های تازه که شما به کل دنیا میبینیم به اینجی موجوده. همراه ما باشید. حاجی برار صبح شما بخیر. مونده نباشیم. اول شما خوبه؟ یک معرفی هم داشته باشیم. گلابشام مرادی. خب فکر کنم که دستا خوره میشوشتیم و پیالار میشوشتیم آماده به صبحانه. همین که ضعیف کب میزنیم جا شما خیلی صبحانه زدیم. خب صبحانه بخوردیم. شما ایت ضعیفیم اگه نخوریم که شاید صدا شما نه صبحانه بود. خب البته صبح که بیرو شدیم از صبح شما خراب بود بخونه. نه خب کاروبار نیه. خوبه بعد نه. یک کمان که قوی تر گپ زنیم. خدا رو شکر. استوا کدو رسولیه. سیب غزنی. سیب غزنی. خلیتگی اینا یا اینا کیلویی. کیلو چنده؟ کیلویی 20 18 22 همین. یک سوال از شما میکنم. چند سال کسب شما نه؟
دیگه ما از اون کورتکی و تعمی کس فکر کنیم 20 25 20 سال. سال 25 سال وقتی که میگیم کیلو 20 روپی افسوس نمیخوریم. چرا؟ بار وطن باید این بار صادر شه چرا افسوس میخوریم؟ دیگه مشکل داره امیر برای اگه پیدا کشاورز کنه امیر اینا. گفتیم چرا افسوس میخوریم که کیلو 20 به خاطر که بار خود وطنه بار وطن صادر نمیشه اینا مگر صادر شه به بندی شه برای دیگه کشور که برای کشاورز هم منفعتی بشه برای دیگران. خب همین میوه اگه خلیجی باشه به 50 60 روپیه میدم به شما. نه 1 کیلو بار علمی از خارج بیای از ایران بیای 20 25 روپیه محصول. خب اینا باید چه کار شه که به زی موقع سال یا به زمستون میوه‌جات و سبزیجات وطن بمونه؟ دیگه اینو سرخونه زراعت بگره شما جمع شاید ما کنم نگاه بله. کنم. بله. ریاست زراعت پیام شما خواهش اینا شما چیه؟ اینا برو مگر بار به سندیک شه اینا به سرخونه زده شه بعد از آن به صادر کننده بیه یا تجار بیه بار بخره به قیمت خوب اینو صادر کنم دیگه کشور. خدا کنه که روزی باشه که ما نمیگیم خوشحال نمیشین که 1 کیلو میوه ما بریم به وطن خوب بفروشین کیلو 100 روپیه میوه وطنی یا سبزیجات میته اصلا کیلو 5 روپیه بده منتها به وقتی او باشه که دیگه میوه خارجی به داخل افغانستان وارد نشه که فعلا نمیه. الهی شکر. همین بارا خود وطنه. بسیار تشکر. سلامت باشید. حاجی ماما سلام علیکم منده نباشید. اشته هستیم صحتمندیم کاکا. اول شما خوبه؟ کیلار نگاه میکردیم برای ترازو گذاشته بودیم بخریدیم. بله من بخرم. خب با خوردن ماییم یا به دیکون؟ نه به اوگیری ما. به چی ماییم؟ برای اوگیری. آها چیز داریم 4 فصل داریم. بله. 4 فصل نه چرخ. برای چرخ ماییم. بله. خب اینا رو کیلو چند خریدیم؟ ما چون گاب نزده خودی چند حساب میکنه. خب گاب نزدیم بگذاشتیم برای ترازو. بله. خب گفتن کیلو 300. نه کیلو 300 نمیگم. خب معلوم. مثال میگم. شاید کیلو 50 60 بود. 50 60 روپیه. شاید. کجایی اینا؟ نه پاکستانی. پاکستانی. بله. دیگه چی ماییم بخریم؟ دیگه چند تا سیب هم میشه. سیب. بله. خب کاروبار خوبه. خوب الان. الهی شکر. هر روز بعد صبح به صبح بیایم میوه تازه از اینی بگیریم و هر ببریم. روز نه از چند روز نخرد. خوشحال شدیم کاکا جان. خیال خوشحال باشید. ما این خود شما کمک کنیم. خیلی خدا. تشکرش. خیلی. سلامت باشید. بیننده‌های عزیز بازم به ادامه برنامه خوش آمده مانده نباشیم. صحتمند هستیم میشه استاشیم ببخشید معذرت لالا من 1 ساعت کمتر یا بیشتر شاید بشه داخل میدان بار آمدم. بله همین تا شما پریشون میبینم خدا پریشونی نشون نده. انگورا نمیخرم یا کسی به سر شما کلا رفته؟ نه نمیخرم بازارا خرابه نمیخرم گرونه میگم گرونه ارزون این انگور لاله اونا کشمیشه کشمیشی اینا لال اینا لال سرخه اینا ایته بله ایته اونا هم کسیبه اینا هم سبه بله اینا هم از شما نه تو سبه رفقامون انگور از مانه. خب چند کارتن انگور آوردیم امرو؟ 2 4 6 15 تایی بیا آورده بودیم اینا بمونده. چرا حال شما رو میکنیم؟ خاطر سعی کنه چند تا بمونده چند تا بفروش. ما گفتم خب سیه بله اینا را باقا آوردیم یا بخریدیم؟ بخریدیم اما باقم بیا آوردیم. خب کدو انگور بیشتر به داخل میدان باز فروش داریم؟ بیشتر همین کشمیشی و لال فروش داره. اونا چرا نمیخرن؟ اونا خاطر گرونتر نمیخرن. اونا من چنده؟ اینا من 200 180 170 میتونم من. به نظر شما گرون یا ارزونه؟ دیگه او انگور کو گرون نیه به حساب بار خو که با لوکس کمچین تر هم هست ایشو اینا رو به 170 میخرن کشمیش دیار میکنن. دیگه او لال سیام که هست به حساب رنگه او هم گرونه.
اینا کاسته با زیاده. لال سیاه چنده؟ لال سیاه هم 150 120. سفیدا. سفیدا با 100 120 نمیشه. انگوری که از او گرونتر نباشه مونایه. همونای بله. انگوری که از او ارزونتر نباشه کدینایه. از او ارزون ما نداریم. ما نداریم نه. که چیه اسمی او؟ همین ایوی میگم زرجومی میگم همین انگورا ارجالی هست. اینو ارزون. میرامدی ها اشته؟ میرامدی هم ارزونه بله. خب خوشحال شدیم. مثال میگیم اینا رو امروز فکر کنین که نخریدم بمونده اینا بله. چیکار میکنیم؟ دیگه بسته میکنیم مقدار بده کنه و صبح میفروشیم. بید کنا بله. اجازه میدم. ها دیگه بعض شناس هم اجازه میده. خوشحال شدیم دیدن شما. اگه چاشت خودمون نمیرین خوشحال میشیم. چاشت خودمون بیا. خیر بینید. تشکر از شما. نام خدا مونده نباشیم. همه هر سه نفر مونده نباشیم. لالا سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ بخیریم، خوشحالیم. چی که پای قربان خیریت. شما سلامت باشیم. زنده باش. جولبیه دیگه. بله یا ناکه ناک. بله. همین ناک چند اسم داره؟ دیگه ما خودتون نفهمیدیم. گلابی هم میگم ناک هم امروت هم میگم. بله. با چرا شما میگیم نفهمیدیم؟ ما ایتونه کار که یک مدل گپ میزنه دیگه، یکی میگه امروچه میگه، یکی ناک میگه، یکی گلابی میگه. یکی از نویت، یکی از فیولا، یکی از رامین. هر کی یک مدل میگه. شبرنگه. بله. شلیل شرینیه. شریک خالی وقتی تمام خلاص شده دیگه، شریک یک ماه پیش بوده. نه اصلا به مثل شبرنگ و شفتالو دیگه میوجات خیلی زیاد نیه. هسته حال فصلیونیه. شما امرو داشتین؟ امرو نه حال فصلی خلاص شده. یک ماه پیش می اندازه که حال شبرنگ و شفتالو، حالا که شفتالو خلاص شده به می اندازه که حال شبرنگه، یک ماه پیش به می اندازه شلیر هم بود. حال فصلی خلاص شده. بسیار خوب. لالا جان اینا باغ آوردیم یا شما دست فروشی؟ اینا را با آوردیم ما. خب از کدوم مسیر؟ از سمت زیاره جا. زیاره جا. خب از زیاره جا چند روز میشه میوه به دست آمده؟ چند روز دیگه وقت داره؟ همه این شلیرا شبرنگا خب شبرنگا ایتنه خب فصل به فصل داره. یا شبرنگا یعنی دو برج پیش می شبرنگ یک برج بی شبرنگ به دست آمده. تا به چند وقت؟ تا یک ماه زودرس و دررس داریم. بله زودرس و دررس. بله این پونگ است، این دررس همه زودرس. با پونگ دیگه است ما خلاص کردیم. ان اینا که اصلا این برای شما تماشا کنید. ان اینا دررس، اینا تازه به دست آمده، اینا آخرای اون دیگه. اینا شاید این 5 6 روز دیگه باشه خلاص میشه، این تخم خلاص میشه، این پونگ خلاص میشه. مت اینا که است یک ماه دیگه در بر میگیره. یک ماه دیگه. بله. انگورا چند وقت عمر داره؟ انگور دیگه تا برج نو انگور هست. تا برفا فکر کنم. تا برج نو انگور هست. تو خب خیر برج نو انگور هست. از صبح چند کارتن فروختیم؟ چند کارتن بیاوردیم؟ ما خود از صبح شاید 50 کارتن بفروخته باشیم. چند نفر شریکیم؟ ما 2 نفری هستیم، 3 نفر شریکیم. خب شما 2 فایده رو میبریم فکر کنم. اشته یک فایده که با خو میاریم اینجا اگر بفروشیم مثال به من مجبورم یک طریقی بخورم از شما که فایده بخورم. بله. شما اینجا باغ میاریم هم به دست فروش میفروشیم، چکنم شاید بفروشیم. خب دیگه ما خود کار کسبی ما همینه. ما بیشتر بارا کسی یا تا میدون هم میخریم، باغا هم ضبط میکنیم، باغا خود هم انگور میاریم. یا شما 40 نشونه به یک تیر میزنیم، درسته؟ صحیحه. دیگه بالاخره میوه که شما داریم به باغا خب به هیچ عنوان نمیفروشیم به مردم. چرا؟ نه به چیز میگم دیگه دست فروش به کسی نمیفروشین که. چرا؟ فرق نمیکنه دیگه هر کی. آیا مینا شما به دکاندارا نمیدین؟ میده خب دست فروش هم بخرم میده. بزو هم میده. بله. بسیار خوب. خوشحال شدیم بران. زنده باشید. تشکر لطف شما. بگیریم میوه بفرمایید. قربان شما. بفرمایید چی بکشیم شما. باشه باشه بابا بیم. اینجا نه فرقی نمیکنه. خود شما نمیه. خودمونه. باشه زیار جان میشه بخیر باشه. تشکر از شما. همراه ما باشیم بیننده‌های عزیز به خدمت شما هستیم.
السلام علیکم. مانده نباشید. سلام. مانده نباشید برادرم. صحتمندیم. اول شما خوبه؟ شکر به دعا شما. قربان شما بخیر باشیم. میشتنیم. شکر به دعا شما. سلامت باشیم. فضل. بخشش باشه برادر گلم. خواهش مزاحم می‌کنم. شما شدیم. زنده باشید. اگر نام مبارک قربان ما بگید. عبدالقیوم. خب لالا عبدالقیوم جان. بله. از صبح بیامدیم همینجا فکر کنم غیر از چرت دیگه مشتری هم کنیه. نه چرت نمیزنیم، هست مشتری کم زیادی هست. خب اینا رو بخریدیم یا باغا آورد؟ بخریدیم. خب پس کار شما بهم داخل بله بله میگه دست فروشی میکنه. دست فروشی. خب چند کارتن انگور خریدیم از صبح؟ 30-40 تای بشده اصلا. نام خدا همینا مونده. بله تو بخشو بجام شما نیه. نه اونا باید می رفقا مانه. خب شما به داخل میدان بار بساط دارید. بله. چی رقم بساط دارید؟ شو میخریم از این مردم دی باز به می دکندارا میفروشیم. از زمین چی؟ پول میدین؟ نه نمیدیم. خب از شما کرا نمیگیرن؟ نه هیچی از ما کارا نمیکنم. نه به چی خاطر مثلا؟ دیگه همینجا ما 10-20 سال همینجا هم داخل این میدان باریم دیگه. اونا از ما ریزی ما از اونا از ما جا زمین پولی نمیسن، فقط از این قپو 2 روپیه 3 روپیه هم کارتون میسنن. به صاحب میدان بار چی فایدیه؟ شما مثال میگم تا خاطر بیننده ما کشورها خارج بیشتر متوجه شم. شما به زی زمین مفت مثال میگم شیشته ای. بله. به میدان بار به صاحب از چی فایدیه؟ فایده دیگه همینه که میدان باری و بی سرنوشت نمیمونه دیگه. همین دست فروشم اینجا بار میخرم و بابا دکندارا میفروشم. همین فایده هست برای دیگه فایده نیه دیگه. یعنی چی؟ به دم در محصول میگیرم. از ما نمیگیرم، از کارتون باره که پس فایده میدان دیگه کارتون 2 روپیه میگیرم. سرادری بسردیم. بله از ما چیزی نمیگیرم. درسته. خب اینا بمونده برار. بله مثال یک شخص پیدا میشه میگه اینا رو به می قیمت ارزونتر بدیم. نگاه میداریم به نه میدیم. من چند اینا؟ من 120 روپیه. 120. بله. خود شما به چند استنده؟ به همین 120 110 میخریم دیگه. فعلا حالی به 120 به شما گفتم. با ما بریم چند میفروشین؟ به 130 140 میخونم. یک من انگور. بله کار نداره من رقم میوه مای باشه. بله چنده برای شما بمونه میفروشین؟ من 10 روپیه 20 روپیه فرق میکنه، تا 50 تا 20 به تاون تا 50 به فایده فرق میکنه دیگه. گزار زندگی میشه. رزیم از الله. الهی شکر. بله موفق باشید. بخیر باشین. خوشحال دست شما شدیم. دستم. دیدن شما. بخیر. تشکر. بازم یک سلام گرم به خدمت شما دوستا دارم. خدا کنه که از صحبت‌ها و تصویرهای امروز از این مکان لذت برده باشیم. در کنار دوست عزیزی هستیم که اینا میگه چادر و بالاخره نصب کردم و انگورا سرخ و سبزم جلو از اینا هستن. از اینا پرسون میکنین که اینا که خبر دارم من که باغ دارم از زورسولی زیبای گذره از ولایت هرات از قرون. باغ کنام خدا میفهمین که معدن باغا به 2 جهت شهر هرات، یکی سیاوشونه یکی هم طرف زیارجا و قرونه. سعی کنه که اینا دست فروشی میکنم یا از باغا آوردم. مونده نباشید. قربان شما. نیم جان خوبی بخیر سلامت باشین. قربان شما. خیلی خوش آمدیم. سلامت باشین. اگر میتونه نام خدا که جوانا بالا سر ما استا شدم شلوغ کردم. بله که کسایی که برای شما پول بدم بخرم مشتری باشه که باشم میته خوبه. بله. متاسفانه که هر چی که ما نگاه میکنیم فرودالا شیشته هم و مشتری درک نداره. علت چیه؟ علت از اینه که کارخرابیه نیم جان. کمی بازارا افتاده به حساب خرید فروش، مردم دست اینا خیلیه و همون خاطر بازارا کمی همه که حینه و یکم خریدار کمه. بساطا به داخل شهر نیه نیم جان. دیگه خود شما مسلمه برای شما که بساطا شهرداری نمیگذاره. اگه شهردار مثلا بساطا اینا رو به داخل شهر بگذاره و چرخا باشه مردم کسیبی بکنه، این میوه یک ولیسولی یا 2 ولیسولی میوه از این به این ایراد ما و شما هیچی نیه. اینا زود اینا چه میگه منتها به خاطر از این که یکی برنا از اینه که تل گیرونه امسال همین سالی که حال ما همین دمزورن که فعلا تل گیرونه است
به ولسوالی‌ها نمیره، به ولایت‌ها نمیره و همین خاطر انگور کمی همی قیمتی و پینتر هم هست و خرید فروشی هم کمی کمتره و همین خاطر و همین علت لالو همین دو علت داره. باش اینا رو از باغا آورده؟ اینا رو از باغدارا میارن اینجا، ما خود ما دست فروشی میکنیم، باز از اینا میخریم و دیکندارا و چرخی ها و این کسانی که از ولایت ها میایه ولسوالی ها کمی بیشه، نه به صورتی که پارسال و پیراسال بود خیلی اطرافی ها میبردن مثل فرا و نیمروز و هلمند و قلنه و حتی ما خود ما به قندهار همی فعلا که هنوز هم که ما بارگیری قندهار نداریم، از این به بعد به قندهار هم ما بارگیری داریم که بارگیری قندهار میکنیم تا دم زود که نمودم قندهار رو یک دوتای بیامودم منتها همی معامله به همی حالت صورت گرفته. این انگورا ریزه بله اینا هم لاله دیگه درست؟ اینا هم لاله بله لال ریزدونه لال سیاه به حساب ما به نام لال سیاه یاد میکنیم. این که اصل لال سیاه ریزدونه، این لال درشتونه سیاه به حساب. بیشتر چی انگوری به ولایت ها میره؟ بیشتر انگور که به ولایت ها میره همین لال سیاه کتدونه، لال سفید کتدونه، کشمیشی، شنگل خینی به حساب یک حرف بیرات هم هست به تلویزیون چیز نمه به نام خواهی کوگ میگم کور گوله و انگور اور یک نامی بردشت هم حرف ایراته که نمیتونیم از این ما باید کنیم. این به حالت فخری قلمک، فخری ها شستیه، اینا به ولایت ها 60 عروس که میگن؟ نه 60 عروس که هست ایته یه ایته با اوجوش میشه. فخری قلمک و فخری های شستی که اینا باز به ولایت ها میره. انگور ارزون هم میبرم؟ نه نمیبرم. خوبه میبرم؟ فقط بار خوبه، هر جا خوبی قندریا بار خوبه میبرم. فرا، هلمند، نیمروز اینا که اصلا بار خوبه میبرم. خودی برادر انگورا رو برده شجیلمو خوش نه همین انگورا میبوده که وردشتن ببرده که همین یک دیگه بله همین یک بگذاری برتر بگذار. خاطری که میگم یک دمی به فروخته شد ولی همین چیزا هست به خدا یک نفر بیا ولی بدم نه فروخته شد اینا لالا اینا فروخته شده. بسیار خوب. خب پس ما پیغدم کردیم دیگه. بسیار سیار آدم خوبی داشتین، خیر بینین اینجا. ما که دعا میکنیم که به میدانبار اینجا نه به تمام کل افغانستان 24 ساعت سودا و معامله و کاروبار اینا خوب باشه. دیگه چی بگم؟ خب نظر نیم جان تشکر، خیر بینی. ما و شما دائم باید دعا کنیم که غریب و فقرا و بیچاره دستیابی به چیزی برسه. سودا و معامله تنها به زینیه که 5 تا 10 تا یا 20 تا 50 تا معامله از اینا باشه، دست اینا به تک کار باشه، اما غریب و فقرا هم دست اینا به یک چیزی برسه، یک 4 تا نون به خونه خوب ببره که اولادای دارم، طفلای دارم، بالاخره گوشنه و همون صورت. خدا کریمه. تشکر از شما، لطف تشکر قربان شما. سلامت باشید. خیر بینید، زحمت ها زنده باشین. بینندای عزیز سبزی فروش هم هسته؟ بله سبزی فروش. بیاین که خود شما خواسته بریم طرف سبزی فروش ها سعی کنین که نمیجون همینجا باشیم که ما برای شما انگورم خودی برادرها همینجا کمی انگورم برای شما او بزنیم. با باغ ما به خدمت هر ساعتی که بیاید، هر ساعتی که بیاید یار باشین. بینندای عزیز بازم خوش آمده. ما ماستیم بریم بالا سر سبزی فروش ها بریم. انا باز جلالا صدا کردن که کشمیشا ما چور مایه بشه، انا بیایم اینا رو به بینندا بگین کم کم بخرم. مونده نباشه. سلام علیکم جلالا، خوب هستی؟ خوبه. شکر الحمدلله خوب هستی. امیتنی اینقدر راست میگی 25 کارتون ولی 3 کارتون مونده دیگه. الهی شکر. اینا چی هست؟ انگور کشمیشی. کشمیشی. روچه با کدوم کایا؟ روچه پوشنگی با اونای. اونا پوشنگی. کم دبلتره. اونا دبلتر. اینا با چی سیاه؟ اینا با لوغی هست. انگور لوغی. انگور لوغی کمی سرکه و چیزی. اینا جامش. کدو انگور شما بیشتر فروش داره؟ همین کشمیشی ها بیشتر فروش داره. خب برای چی میبرن؟ اینا رو برای خوردن میبرن یا برای کشمیش؟ میشه برای بستن میشه اینا. برای کشمیش میبرن. برای کشمیش. چی رقم کشمیش تیار میکنه؟ اوجوشی یا نازمی چپریا؟ اونها چپری، نه اوجوشی نمیشه، چپری میشه. نمیشه؟ نه اینا چپر دیگه. اینا دوا میزنن تو چپر چیز میکنه خوش میشه. اینا اوجوشی نمیشه. اونا که با اوجوشی میکنه ماندی، اما انگورا ایت هست. اونا با اوجوشی میکنه. لالا اوجوشی میکنه. اما کشمیشی نه، اینا که میرامدی هم شاید باشه. آفرین میرامدی که است چیز میشه دیگه. شما معلومات دارین کدو انگور به حساب کشمیش مقبول تر می آید؟ اما ایته
بهتر. اونا گرون هم است تقریبا من 2000 چندی خب پارسال تا 2600 سودا شد. خب لالا صبح میایم به اینجا صبح ساعت 3 بجه شما میایم اینجا. خب خیر بگیم چند بجه میریم از اینجا؟ دیگه 10 بجه میریم، 9 بجه هم میریم، 8 بجه هم میریم، 12 میریم. خب میریم به خونه حساب کتاب میکنیم حدوداً یا با ما بگم یا روزمره بگم یا به هفتگی چند بگیر شما میاید؟ روزمره اینجا 2000 هم بگیر بیاماده، 2500 هم تاوانم بدادیم، 500 هم بیاماده، 200 هم بیاماده. معلوم اینجا معلومات نیست. جنس شو مونده را به مردم بفروختیم؟ دیگه شو نفروختیم، تاور کردیم دیگه. کار خوبیه؟ نه دیگه. اما باغدار که میاره تاوری میکنه دیگه ما خود دیگه نمیگم. تاور نمیگم شو مونده. حالا امروز میمونه پیش شما. نه امروز دیگه اینا ان شاء الله تا ساعت 12 باشه اینا یا تاون برقم باشه اینا میاد. فکر کنیم که نخریدم بمونده. دیگه مجبوریم دیگه ما چیکار کنیم ما میدیم دیگه به خیرات کنین دیگه. پول کی میده دیگه. خدا کاروبار شما رو الهی آمین. تشکر. خدا تو رو عمری بده. سلامت باشه. قربان شما. دوستان نازنین آمدیم به کنار برادرها سبزی فروش. السلام علیکم. منده نباشین همه جمعیت برادرها دوستا صحتمند هستیم برار؟ شکر الحمدلله. اول شما خوبه؟ قربان شما. خب به شما نمیرسه. زنده باشین. بانجون رومی دارین، گلپی، کدو، بامیه و بانجون سیاه و کدو. بله. فلفل. بله. کلمبر. بله. کدو بساط از شما نه؟ از زمین جگاه تا بام واقع. ایتا که شما دست خود درست میکنید که دست شما به پول معلوم رسید. نه پول پشتم به جمعونه. همین چادره دیگه بجید. بله بله میکنم پاک خورده که چند نفرین؟ 3-4 نفری هست. 3-4 نفر. بله. چه کاره این با؟ شریکیم رفیقیم. اشتن برار میوجات شما به داخل میدون باریم. میوجات بیشتر فروش داره یا سبزیجات؟ سبزیجات. به چی خاطره؟ خاطر مصرف مردم مصرف اینا بیشتر و دنبال انگور و دنبال شفتالی تا چیزا مردم نمیره به خونه استفاده میشه بیشتر. اونا معصر اینا نیه. معصر اینا باز کمک گرونتر عمالی شده. چی گرون شده؟ هم بانجورمی، گلپی، همی بهمیه، کدو، همی تا چیزا فلفل. خب شما بیشتر چی فروش دارید؟ ما گلپی، بانجورمی، کدو، بهمیه، بانجون نمیته چیزا ما فروش داریم. از همه بیشتر فروش ما اینا. خب سبزی‌ها اسپاناج حالی نیه؟ نه به گال وقت نیه. زمستون اونا با وقت. زمستون. بله. خب اینجا برارم خرای چیزی کنه میدیم. چیز چاره میدیم نه خیلی نمیدیم. خب خوب گذاری زندگی الحمدلله. چرا همین وقت همین بار هرات که هست الحمدلله خوب. الهی شکر. چند سال میشه اینجا کسب داره؟ شاید 15-16 سال میشه. 15-16 سال. بله. زمین چیزی هم داره؟ نه شکر هیچی. فقط دست فروشیم. نماشون میریم به خونگاه خب 600-700 کمتر بیشتر بگیر شما میایه؟ واقعیت بگم به همین 10-15 روزی که بار ایراد بشده شکر میشه. بیشتر هم بشه میشه، کمتر هم بشه میشه. مدت نه به زمستان ها نبود. بارا ایراد که برو 4 ماه بیشتر میشه. نمیشه دیگه. 20 روزی 25 روزی همین بانجورمی و گلپی کو 5 روز 6 روز میشه آماده. به همین هم یک ماه 2 ماه کنی ماه میشه آماده. تو نیه که بار ایراد بم نوروز باشه که بگه من نوروز میشه. به یک سال سبزیجات هرات چند وقت است؟ فکر کنم 6 ماه ادامه داره. 6 ماه یا 5 ماه ادامه داره. بعد از 6 ماه خریجی میاد. خریجی میاد. به همین جایی که شما هستین با نه نه به ما نمیگذارم، اجازه نمیدم. اونا با دم دکونا میبرن، به ما اجازه نمیدن که اتر میدن بیارن. حتی فرعی که بیایه به ما اجازه نمیدم. نیمروزی بیایه به ما اجازه نمیدم اینجی بفروشیم. از ما تحت این بار ایرات دیگه چیز اجازه نمیدم. کچلو ایرات نمیدم اجازه نمیدم. با بساط خود جمع میکنه میریم از نه میجی شیشتیم بیاد الله. با سپنجی چرخ میدیم. نه با کلمبک داریم. باز گلپی داریم. سپنجی دیگه به جمع شمونه. گردن شما بند باشه اگه پاک کنه. سانسور نکنیم اینا رو هم نگاه میکنم. تو واردم دادا. کجیر خو نواسم میمونه. نه. بله. نه پاک خوب اختلاطات. سانسور نکنیم. خوبه. خوشحال شدیم برای دیدن شما. بخشش باشه دست شما عذابم بشد.
بینندای عزیز دمی که می بیامدم من می چردبر خون نگاه میکنم دل ما به می لالا میت نمک بری بسخ مونده نباشیم لالا. اول شما خوبه؟ صحتمند هستیم؟ میفهمیم بینندای عزیز به چی خاطر دل مسخ گردن مبند از بر بیامدن دیدم لالا خواه نبودین خواه؟ بله چرا خواه بدیم البته وقت آمدیم لالا خیلی دیگه دکم سی آمده سبیج شو بله هر روز بعد به می موقع بیاییم بله خب امی انگوره شما نه بله شما چرا با جدا شدیم به سمت سبزی فروش آمدیم بخاطر اینجا سبزی فروش نیه آره دیگه می ردیف سبزی فروش دیگه نه به پایین‌تر هم مکان بالاتره واسه که همین موتر ساده سایه گذاد موتر حرکت که همین موتر روشن میکنم این لالا به پالی پا خورم به زیر تایره دوری کردم خواه شما هم خواه رفته بیدین که من صدا کردم خب موتر هم نام خدا 40 متر قطع اوت از اینه روشن میکنم آگاه نمیشم شما هم خود راکت به تا گوش شما صدا کنه خبر نمیشیم بله بله دیگه جوار افتاده بید که شما بیامدیم لقمه نون از هفته پیدا کنید که بیترتر شه بیتر نه نه بار خراب میشه از اون مردم خراب نمیشه خراب میشه حتی والا ما به دل شما شه خب اشتن کاربارا نیه یک روز براتون ببین سخن یک روز براتون ببین یک دای بده گو نیه لالا بیت دیگه هم نمیزنم نیه چی نیه هیچ چیزی نیه سیدا معامله نیه ایت بگیم سیدا معامله هست میگم هست بازار من میگم نیه خب من میگم بازار یعنی بازار به معنی سوال شما من جواب میدم این انگور چیه این لال این لالا ایت مثال میگم ایت گیجه تره گیجه نیه سیستم میتونه اون لالا سرخی هسته اینا لال سرخ گفته میشه اینا همین خاطریه خب میگم واسه اینا دیگه اونا هم که کشمیشی و لاله درسته همین یک کشمیشه اینا لاله کشمیش خب 20 کارتون از تو بفروختیم باشه الهی شکر گزار زندگی میشه الحمدلله الهی شکر چند نفر برای گل من اینجا مصرفیم 2 نفر 2 نفر خوشحال شدیم از دیدن شما بینندای عزیز خدا کنه که امروز از این برنامه لذت برده باشیم بسیار تشکر از شما که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم به بیننده میگم برو مشکل شما چوب کنین شما رو هم میگم درسی بیدم خویه نیم ساعت دیگه باشه اگه کارتان داری په نفروختیم اسم ما رو بگردونیم چی اسم شما؟ اسم شما چی؟ اسم ما غوث الدین امرالدین میگه خیر امرالدین میگه بیننده‌های عزیز وقت برنامه به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت بشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم وقت زیبای شما بخیر خدا نگهدار شما